میگم دقت کردین همه چیز مسئولین با ما مردم عادی فرق میکنه؟ نه، غذا و خورد و خوراکشون که جای خود، منظورم احساساتشونه. هرچی ما احساس فقر و گشنگی و نداری رو داشته باشیم، اونا احساس اقتدار و اعتدال دارن. این اواخرم که احساس تکلیف خودش شده یه اپیدمی. آخه باز دم انتخابات که میشه، یکی تو خواب بهش الهام میشه، اون یکی جوجه پاسدار بهش میگه به خاطر خواست جوانان احساس تکلیف کردم. لاریجانی و رئیسی هم که خب خودتون میدونید اینا یک سره احساس تکلیف میکنن. حالا جالب اینجاست، هیچ منصب سیاسی و نظامی و اقتصادی نبوده که این آقایون توی مملکت طی نکشیده باشن. حالا چی شده دوباره احساس تکلیف اینجای گردنشون گرفته؟ همین لاریجانی، شما بهتر میدونید که هیچ لباسی توی این نظام نبوده که تنش نکرده باشه و جرش نیده باشه. از لباس پاسداری و وزارت ارشاد گرفته تا شورای امنیت ملی و این اواخر هم که رئیس مجلس شورای اسلامی بوده. حالا چی شده دوباره ایشون احساس تکلیف میکنن؟ والا آقای لاریجانی، نه ما مردم راضییم نه خدا راضی میشه به این همه زحمت و بدبختی شما. آقا بیا این یارانه هم که به ما میدید بگیر، برو یه وقتی رو با زن و بچه بگذرون، یه وقتی رو تو استراحت کن، پاتو رو پات بنداز، نمیدونم هر جوری دوست داری انجام بده. آخه بابا یکی دوتا هم که نیستن، دراز و کوتاه، چاق و لاغر، کچل و پرمو، همه پا شدن اومدن ثبت نام کردن. یعنی شما همین الان پاشی بری توی نیویورک وسط باغ وحشیش با این نوع تنوع جانوری برخورد نمی‌کنی که توی این سیرک انتخابات داری برخورد می‌کنی. اصلا شما بیا بشین حساب بکنیم. یعنی من فکر می‌کنم تعداد مبتلایان به این اپیدمی احساس تکلیف بیشتر از تعداد بسیجیه که قراره به اینا رأی بدن. حالا همه اینا یه طرف، چیز دیگه ای که خیلی متمایزه نه تنها با ما مردم ایران بلکه با تمام مسئولان دنیا اینه که قمپوزایی هم که مسئولان ما در میکنن خیلی متفاوته. من شخصا غذای لاکچری دیده بودم، لباس لاکچری دیده بودم، ماشین لاکچری دیده بودم، ولی زد و خورد لاکچری ندیده بودم. آقای زرقامی فرمودن با کفش کوهنوردی زدم زیر میز مرفهین. خب آخه حاجی لامصب، خودمون کفش 3 میلیون پولشه حداقل. بعد شما آخه دیگه زد و خوردتون هم اند مرفعیه. ای بابا، دیشب وقتی که خسته بودم و وعده‌ای هم که این مسئولین تو تلویزیون میدادن خوب گوش کرده بودم، به خواب نازی رفتم. خواب دیدم پرایس شده 10 میلیون، یارانه نفری 1 میلیون، آب و برق مجانی، یه پمپ بنزین هم زدن وسط حیاط خونم. میگه آقا فقط سوخت بزن برو با زن و بچه مسافرت. داشتم حساب میکردم که این بنزین رو صادر کنم یا این که خودم استفاده بکنم که یهو پسرم گفت بابا پاشو پول بده برم نون بگیرم. میگن داره 50% دیگه گرون میشه.